سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با ادامه آموزش گلمون و آموزش ساخت برگ برای گلمون. برای ساخت برگ گلمون شما باید از همون روشی که برای ساخت گلبرگ بهتون گفتم استفاده بکنید. یعنی اول سمت راست کاردک رو روی خمیر میکشیم و مقداری خمیر برمیداریم و دوباره سمت چپ کاردک رو روی خمیر میکشیم و خمیر برمیداریم و بعد به هم دیگه وصل میکنین تا برگتون درست بشه. این الان یک نمونه برگه که من ساختم. فقط این برگ یه تفاوت با گلبرگ داره. یعنی شما باید موقع ساخت این برگ یک تفاوت رو رعایت کنین که اونم اینه که وقتی سمت چپ و راست کاردک رو روی خمیر میکشیم و خمیر رو روی هم قرار میدین، موقعی که میخوام برگ رو بسازین خمیرها رو به هم دیگه نباید بچسبونین. الان اگه دقت کنین من این دوتا خمیر رو با فاصله از هم گذاشتم. بعد اینکه خمیرها رو جلوی هم گذاشتم با کمک دوتا کاردک خمیرها رو به هم وصل میکنم. وقتی که این دوتا خمیر به هم وصل شدن حالت شیاردار و برگ مانند به خودشون میگیرن. پس به شکل کلی روش ساخت این برگمون به این صورت است که شما وقتی میخواین که خمیر دو سمت کاردک رو روبروی هم قرار بدین باید خمیر رو کات کنیم تا وقتی که دو قسمت خمیر رو به هم وصل میکنیم حالت شیار وسط کارمون ایجاد بشه و شکل برگ رو به کارمون بده. دقت کنید من الان خمیرا رو روبروی هم قرار دادم و با کمک دو تا کاردک این دو تا خمیر رو به هم وصل میکنم تا به شکل کامل برگ در بیاد. موقع گذاشتن برگمون روی سطحمون هم دوباره میتونیم با همون دو تا کاردک جای برگمون رو فیکس کنیم و هر شکلی که بخوایم به برگمون بدیم. من اینجا الان با کاردک جای برگم رو فیکس کردم و طرح و شکل برگم رو درست کردم. برای اینکه برگ و یا گلبرگمون دیگه کارمون فیکس بشه، بعد اینکه هر برگ یا گلبرگی رو ساختیم باید انتهای کار رو با کاردک روی سطحمون فشار بدیم، یعنی بکشیم و فیکسش کنیم. دوستان اگه دقت کنید با این تکنیک شکل کامل برگ روی خمیر ایجاد میشه و حالت زیبایی به خودش میگیره. آموزش امروزمون به پایان رسید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. ازتون میخوام که کانال من رو سابسکرایب کنین و اگه خوشتون اومد لایکش کنین. دعوتتون میکنم تا آخر ویدیو نگاه کنین تا تکنیک کامل این کار رو یاد بگیرید. تا برنامه بعدی ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.